شعارم خودتی؟ آقا مخلصی کجا میری؟ وایس داداش نرو. من یه پیج PS5 مغازه PS5 دارم. چیکار داری؟ PS5 میفروشیم. آره واقعی. نه ناموسن. داداش من بود حرف زدم. نه خواهش می‌کنم. من میذارم. مشکل نداره تبلیغ میخوام. حالا چقدر هست؟ PS5 چقدره؟ 100 تومن. من 100 تومن میگیرم. نه بالای دمت گرم. پنجاه میگیرم. نه حاجی قربونه. سگت هم داداش. نه آقا چه حرفی؟ نه بالاه. جون مادرت. چی دسته؟ حالا بریم تو صحبت. داداش فقط این دسته PS5 آره خیالت راحت. میشه دو تا بدید حداقل من PS5 خریدم. 3 تا بهت میدم اگه اینجوری که تبلیغ میگم بدی. وای باورم نمیشه جدی چه آره این لباس زنونه رو بپوشی وسط بلوار با PS5 راه بری. جمع کن خودتو مرد حسابی. فکر کردی منم چه آدمیم به خاطر پول هر کاری بکنم؟ چطافتم یه مگه؟ PS5 بهت میدم. تو PSN شاپ میتونید PS5 رو با یک برچک بدون پیش پرداخت اقساطی آنلاین بردارید و آیفون و لپتاپ و اینا هم داش بسه. داداش فقط بی زحمت این PS5 ما رو سریعتر میاری. چش گل پسر. داداش فقط مطمئنی این PS5 دیگه؟ آره خیالت راحت. کیفیت رو ببین تو چقدر خفنه. من فکر می‌کردم خیلی بهتر این باشه ولی بازم دمت گرم ولی. اینم PS5 آقا با داداش این پره؟ نه 5 فوره چیه 5 پره این خالی. امتحانش نکنیم. تا الان داشتی بازی می‌کردی ها. خیلی خوشحال شدم. ما هم همینطور. آره اوکی خداحافظ.